بعد از ظهر 8 ایول جسد ولیجان اودینایف را در آرامگاه دهه بغلک شهر حصار به خاک سپردند. اودینایف یکی از 14 محبوس بود که روز گذشته هنگام انتقال از ولایت سوخت به دوشنبه در راه زهرآلود شدند. پیوندان اودینایف که نخواستند در نزد میکروفون صحبت کنند گفتند که مقامات جسد را ساعت 1 شب به آنها سپردند. برادر اودینایف گفت جسد را شناسایی کردن نمایندگان مقامات به آنها گفتند مراسم دفن را طبق مقررات اجرا کنند. به گفته خویشاوندانش از اودینایف 43 ساله 4 دختر نابالغ باقی مانده است. در زندگی در قشلوغوری بچه بهت خوب بود. همه کار بار سامش میگذاشت. بهت بچه خوب بود. ولیجان اودینایف را مقامات سال 2014 با اتهام همدستی با گروه افراطگرایی به 5 سال زندان محکوم کرده بود. نزدیکانش گفتند امیدوار بودند که سال آینده مهلت جزایش به اتمام میرسد. مقامات شب گذشته با نشر یک اطلاعیه خبر دادند که این گروه محبوسان بعد از استعمال نان وضعشان وخیم شده و دیرتر جان باختند. حادثه در موضع میخوره ناحیه ورزاب اتفاق افتاده است. 3 نمو تشخیص گذراندگی‌اند واسه به همون جسدها. خیلی شما رفتن میگیرد. بعد حالت‌های که مثلا اگر خیلی باشد یا من از خراک باشد همین سنجیده میشد برای که همه قریب از هر یک ماشین 3 ماشین است هر یک ماشین 2 سکشن تقسیم میشود. همه قریب همش از یک سکشن اینا. این زندانیان میبایست طبق برنامه از محبس‌های سوخت به زندان‌های دوشنبه، نارک و یاوان انتقال می‌یافتند.